میدونستید خیلی از آقایونی که دیابت دارن ممکنه در آینده نه چندان دور درگیر مشکل پروستات بشن؟ خیلی فکر میکنن این دوتا بیماری اصلا به هم ربطی نداره، ولی در واقعیت اصلا این شکلی نیست. اگه آقا هستی و 40 سالت به بالاست و دیابت داری، این ویدیو رو تا انتها ببین و برای همه دوستان دیابتی ارسال بکن. دیابت باعث آسیب به رگ‌ها و اعصاب میشه، مخصوصا در ناحیه لگن و دستگاه تناسلی. وقتی جریان خون و عملکرد عصبی اون ناحیه ضعیف بشه، در نتیجه پروستات ضعیف میشه و عملکردش پایین میاد و نتیجهش میشه تکرر ادرار، سوزش ادرار و عدم تخلیه کامل مثانه، درد و سوزش هنگام ادرار کردن یا برقراری رابطه و کاهش میل جنسی و یا ناتوانی جنسی. از طرفی بزرگی و التهاب پروستات هم میتونه باعث افزایش قند خون بشه، چون استرس التهابی توی بدن بالا میره و این باعث مقاومت به انسولین میشه و در نهایت یک چرخه معیوب شکل میگیره که دیابت پروستات رو بدتر میکنه و پروستات هم دیابت رو. همیشه پیشگیری راحت‌تر، ساده‌تر و ارزون‌تر از درمانه. یه آگاهی ساده میتونه جلوی خیلی از مشکلات رو بگیره. اگر آقا هستی، دیابت داری و نمیخوای درگیر پروستات بشی یا پروستات داری و نمیخوای درگیر بیماری دیابت بشی، همین الان شماره تماست رو توی کامنت ها برای من بنویس تا بتونم کمکت کنم کاملا اصولی مشکلت برطرف بشه.